وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران‌ها. اجرای سقف متحرک برای اولین بار در جهان در کاخ باشکوه نیاوران در زمان پهلوی انجام شد. این سقف باشگاه نیوکمپ در بارسلون اسپانیا است، یک باشگاهی مدرن که سقفی متحرک داره و باز و بسته میشه. شاید فکر کنید سقف متحرک به تازگی وارد دنیای مدرن شده، اما جالبه بدونید که طراح سقف متحرک که الان دنیا داره ازش استفاده میکنه مهندس محسن فروغی، مشهورترین معمار ایرانیه که 60 سال پیش برای اولین بار در خاورمیانه، زمانی که خیلی از کشورهای همسایه بیابانی بیش نبود، این سیستم رو در کاخ نیاوران در تهران طراحی و اجرا کرد. این سقف به صورت کشویی باز و بسته میشه و در این سازه علاوه بر اهرم دستی دکمه‌هایی هم برای باز و بسته شدن داره. سقف متحرک کاخ نیاوران بیانگر شکوفایی ایرانیان در زمینه و عرصه معماری است. به افتخار ایران و ایرانی ویدیو رو لایک کنید.